سلام برای بچه، چطوری؟ امیدوارم عالی و درجه یک باشیم. من دانیال هستم و چنل با دانی خوش اومدین. امروز اومدیم با یه گیم پلی دیگه از فورتنایت بریم و بهتر کنیم. دوباره تنها نیستیم، با بچه ها هستیم. این بار بچه در جریان نیستن که آقا من دارم ویدیو رکورد میکنم. بریم ببینیم ته کار چی در میاد. بیا این لابی دیگه. وایسا دیگه دنیا من نفسید نکردم 2000 years later. راستی بچه ساله کیه؟ صالح MRZHZP کیه؟ بیارش. آقا رایفلر بندازید صالح خب چیکار کنم؟ بهش بگو بیار. نیستش. آقا به من شل بگیری، من به قرآن نمیتونم پلی بدم. به کد سفر رو جای رسیده بیش میگه ما رو بکنیم دانیال از چیه تو آوردی؟ خیلی مفخوری شما. کوزه ما که برای سگه وای وای نمیتونم بسید بابا. خب من دارم مربع رو میزنم هنوز. خب چرا تو تنظیماتو عوض کردی؟ تو سگه قانع کننده بود نه ببین، نه هنوز یکم دیگه مونده قانع بشن. واو خیلی عجیب. باگم. من فکر باگم. دانیال نصیحتت کنه من باگم. باگ چی؟ صفحه یه چیز رو داره بهم نشون میده که یه چند دقیقه وارد نکنی ها بیاین بیرون. آرای پیجام شبا بیچکسی ها یعنی خدا وکیلی بیا قشنگ بیلدو بگی. رو نخدا ادیت هیچ بزن. بهونه ای نداری آره داداش بگی اوکی آقا پنجا 46 خودت فردا شب متوجه این حرکتت میشی. داره فردا شما همه امشب نشونم بده نه فردا شب متوجه میشی. باجی اینم که داره محمد راه میره پشمام این دور ده اینجا دیرون تو الان کجایی؟ تو لابی تو؟ یا پیچه اومدم لابی. چیز کن دوباره دیگه پارتی بده و دوباره جون شو. یارت شو. ریلود آسا بردی ریلود بودم الان پوزت پاره بود دانیالو پیککسش کردم هیچ بهونه ای هم نداشت دیگه ببین گفتم که فردا شب متوجه میشی. یعنی چی فردا شب متوجه میشی؟ کردم دانیال دانیال پیککس شدی دیگه. نه، دانیال چی شما بهونه ای هم متوجه نداری میشی؟ راد هر کاری هم که کرده باشه پیککس شدی. ایزی میخواستم توف پیککست کن. کنم آره داداش دیلم که سده ایول فکس کن. دانیال دستش آتیشه انقدر گرمه من بریم بس اوه نمیتونم هیچ کنم. یارت شو. یارت شو. باش ببخشید دیگه پله خودم رد میشم. بچه سال من اون بالا هرم گذاشته بودم. کجا هرم گذاشتی؟ دانیال کلیپش میکنم همین الان میکنم. بفرست. Deja vu, I just been this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you and the surface of this. آره دانیال تا الان تو زندگیت انقدر سفید بودی این ساعت دارم میگم بیام بیرون کمه. یا پین سفید بالا گام شو. یا پین سفید آره داداش یا پین سفید وانترای بیلم رو گرفتیم خب اینو میتونی کلیپش کن اوه این نمیتونم بسید کنم. ای بابا
وای نمیتونم بیلد کنم، نمیتونم ادیت کنم. دستم اصلا گرم نیست. وای این ما رو حالا یک بخوری دانیال. ای اسکل تو استون ماهی بزن حواسم دانیال، یعنی تو مغزت گوه دمپایی تو واج مغزت. خیلی استورم آره دمیج داداش میده. میتونی کسی تلاش کن. اچ 20 بعد تو استون داره شیلد میزنه. خیلی گاوی دانیال. توف تو این السه. من چاقو گذاشتم زیر گلویش گفتم میلاد باید الان بذاری میتونی جوین بشی دیگه. میلاد الان میتونی جوین بشی. نمیشه جون نداره. یعنی چی؟ آجی من شاتم خورد. دو طرفه. ببین مدوکی این سوخت داشتش. این خیلی سوخت داشت. بیلد و تمیز بگیر، ادیت کن، بزن با یه ای شات وای. بزن. آده وای داداش با خیلی پیککس طول میدم بزن. تا ریست کنم. من فکر کردم اصلا بیله این کامله میخواستم من نمیفهمم سپر واقعا چه دلیل منطقی داشت که بیلد ادیتشو عوض کرد، دکمه ادیتشو. حالا که آقا دلت میخواد خیلی فشاری. دانیال یه هی تا میخوام پله چی هم بشه؟ برداشت. دانیال یه تا پله هم برداشت داغ تازه از تو چهار خرده باره میگه گوزاش تو دهنه داره. یعنی قشنگ گفتی به ایزی. فکر کن چقدر بچه سال باشه که ایمات بزنی. آره داداش اینگات زدم. بعدم دانیال سگ بچه من پویا فرزام تو خودت هم میشناسیش ولی بازیشو با السه ندیدی. این دانیال بوگا رو جدی میزنه. ببین واقعا بهترین پلیریه که تا حالا دیدم، نه که گیم پلی و اینا. حتی تو ریمان گیم اینو پلی به هم سگ تا حالا اینجوری ندیدم. گو خوردی تو ریمان خیلی بازیش رو بود. رینبو این پسر خیلی خوب بود. ببین دانیال ما کسرا؟ قشنگترین فایت دنیا این فایت ونوم قرمزی با ونوم بوده این واقعیته فیلمش. خب دانیال یه لحظه وای نیسته. پیککست سوراخ شد از تو پیککس زدی. اوه دنیا چه فیکی زدی. او مای گاد. نه داداش من خیلی قشنگ بیلد میکنم، فقط 3 غم پول میده پله دید. ای وای. خب دانیال گوش بده، مثلا فکر کن خفن‌ترین فایت دنیا مثلا ونوم قرمزی با ونوم مشکی یه همچون فایتی و دانیال و چیز داشتن. وای پویا و دانیال وای یه جوری بازی میکردن نمیدونم. اصلا پشمات میریخت. من اشکم در میومد وقتی بازیشون نگاه میکردم. دوتاشون هم ایتشون السه بود. بعد دانیال بچه سال اومده میگه چرا ایت داده گذاشت السه. ست نمیکنه یا ای وای ساعت هم تو خیلی چرا رفته اینجا بالا. بودی؟ نیم ساعته دارم میزنمش که تو چرا اینجا بودی. نه آخه پله گذاشت سپر فکر اگه کردم سپر رو پله. نمیکشی اگه سپر رو نمیکشی پیککس بیدی هیوزر ما نمیاد بیرون. آه باش بعد این ران بریم بیرون این بدبخت هم جون آره شد. بریم بطه بریم نه من نمیام البته. دانیال تو چقدر سفیدی؟ داداش چون دیگه شرف دست اومده. یام یام دانیال یام یام شدی دانیال.
اوی من هنو برای ادیت کردن مربع رو میزنم. ای وای یا سفید برو بالا. بابا ریست نمیتونم بکنم وای. ای واقعا سطح فرزان با این میکاش عالیه. اصلا نه گرمی اسکل پلش. ها نه که من 40 ساعت الان پشت سرم تو فورت بودم. دانیل گو نخور، من یه هفته است بازی نکردم. فرزان بچه سال منم یه هفته از بازی کردم. من همش یا لگو بودم یا راکت گو بودم. من خیلی حال میده. ای حالم داره از خودم برام میخوره. چه ساعتیه؟ Run. اوه شبان تو رو خدا بذار تیک کنم. شبان تو رو خدا داداشم. ای البته اینم خیلی هم کم نیست. دیگه 140 بود دیگه مخواستی بیاد. یا پلی ای وای وای. نگاه کن این رو برم میزنه این برم میزنه. یا پشت بی دیدی؟ منم دیدم قشنگ. یا پشت بی ببین من با این پینگم دیدم پشت بیل یا خورد. پشت بی یا پشت بی ببین یعنی قشنگ دیل حاجی 56% تکیداست دارم. عالیه. بعد پینگم نه آنچنان بد نیست ولی خواهیم ببین وقتی با کلاست خیلی بره بالا پینگت خیلی میاد پایین. نه بابا من فکر کنم پکت لسم میره بالا پینگم خوبه. چقدر تو باوشی دو طرف نکنید دیگه ایو. با من محمد رضا الان بیا جدی من امکان داره بزنه. وای فرار معدوی چقدر من ساعتم وای بیلد من نیست. ای با آها یعنی داداش 30 تا بزنم یه پلاس کن. تو نخور 116 تا خورد. حاجی پس چرا من این شارژه هم میفته؟ بریم لابی. آقا دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما بودین. ویدیو امروز کوتاهه ولی امیدوارم لذت برده باشین. امیدوارم سری بعدی ویدیو بلندتری درست کنیم. دم همتون گرم. خیلی حال دادیم با ما بودین تا اینجا. ویدیو بعدی پیس اوت.